اگه یادتون باشه 2 تا ویدیو داده بودم که یکیش مخفیگاه فرانکلین بود، یکیش مخفیگاه مایکل، ولی تا الان به این فکر کرده بودین که ترورم آیا مخفیگاه داره یا نه. توی این ویدیو قراره یکی از بزرگترین و خفن‌ترین و بهترین مخفیگاه‌های داخل GTA رو با هم دیگه ببینیم که صاحب این مخفیگاه هم کسی نیست جز ترور. این ویدیو رو حتما تا آخرش نگاه کن، چون هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم که ترور یه همچین مخفیگاهی داشته باشه و این هم پولدار باشه. خب به آقا جکوزیمون هم ترتمیز کردم دیگه، تابستون شروع شده و می‌خوایم بپریم تو جکوزی و عشق و حال. و اینکه ترور چی میگی به ما زنگ می‌زنی؟ سلام، چطوری ترور؟ خوبی؟ سلام فرانکلین، کجایی؟ من خونم. چطور؟ فرانکلین میتونی با هم بیای بریم یه معامله بکنیم؟ با هم دیگه بریم معامله بکنیم؟ ترور تو معامله تو این حرفا اصلا برام عجیبه که همچین حرفی داری میزنی. معامله چی؟ هیچی، می‌خواستم ماشین بخرم، چند تا رولز رویس. رولز رویس؟ ترور تو می‌خوای رولز رویس بخری؟ داداش تو اصلا میدونی رولز رویس با کدوم سه می‌نویسن؟ فرانکلین مسخره بازی بس، میای یا نه؟ مسخره بازی بچه‌ها، مثل اینکه جدی می‌خواد بریم رولز رویس بخره. باشه اوکی ام. کجا باید بیام؟ جایی نمیخواد بیای، خودم میام جلدر دنبالت. باشه دیگه، من خونم. اوکی ام. حل. خدافظ. خب بچه‌ها ترور گفت میاد دنبالمون، خیلی هم جدی صحبت می‌کرد. ترور می‌خواد رولز رویس بخره. اول اینکه بچه‌ها ترور اصلا پول رولز رویس رو نداره، دوم اینکه اصلا ترور رو چه به معامله، این اصلا نمیدونه معامله و اینا چیه. حالا ما منتظر میمونیم تا ترور بیاد. 2 ساعت بعد. نه بچه‌ها فکر کنم ترور اومد. آقا 2 ساعت بود منتظرش بودم توی حیاط. دمش گرم که اینقدر آدم بدگو، البته بدگل هم نیست. بابا سلام آقا، این ماشین تروره؟ سلام، چطوری ترور؟ سلام، چه خبر فرانکلین؟ چیکارا می‌کنی؟ هیچی، سلامتی. تروریم؟ ماشین توئه؟ آره تازه خریدمش. چطوره؟ حاجی والا ما که این همه کار میکنیم این ماشین آفرود رو داریم، ولی حاجی پشمام چه ماشینی داره. شورولت کروبته. واه خوبم، مرسی. بعد ماشین هم مبارک حاجی، خیلی خفن ماشینه. از کجا پول آوردی خریدیم؟ دیگه کار میکنیم دیگه. والا ما هم کار میکنیم، ولی خب حالا کجا میخوایم بریم؟ گفتیم میخوای رولز رویس بخری. بچا الان دارم به حرفش دیگه واقعا ایمان میارم که میخواد رولز رویس بخره. آره میخوام رولز رویس بخرم. سوار ماشینشو بریم بندر. سوار ماشینش هم بریم بندر؟ یعنی میگی من برونم؟ دوست نداری برونی؟ چرا بابا دوست دارم. بیا بشین. واه بچا ماشینو نگاه کنی. آقا بذار داخلش هم نگاه کنم. بابا بنازم. چه اوسکی داخلش، خیلی ماشین خفنی. خب بیا دیگه ترور. 20 دقیقه بعد. آره ترور الان دیگه میرسیم. فقط ترور نگفتی شغل چیه تو داری این هم پول در میاری و میخوای رولز رویس بخری؟ بچا مثل اینکه تعداد بالا رولز رویس رو میخره. بابا یه شغلی داریم دیگه، تو هم گیر دادی اصلا میخوای پیاده شم؟ نه پیاده نشداش، نمیگم پیاده شو، فقط خب کنجکاو شدم بدونم شغل چیه که این همه تو داری پول در بیاری. بابا فکر کنم همینجا بود دیگه، اینجا رو بعد بپیشیم دست چپ. بچا اینجا رو نگاه کنید، رولز رویس ها رو حاجی، اینا هر کدومشون بچا میدونین چقدر قیمتشه، خیلی زیاده. و اینکه آقای ترور میخواد با اینا معامله کنه. این همه رولز رویس رو ترور میخواد چیکار تو آخه؟ خب بریم واسه معامله. سلام، خسته نباشید. سلام، خیلی ممنون. آقای ترور؟ نه ترور من نیستم، آقای ترور ایشونن. خب پس پسر جون بکش کنار، با آقای ترور میخوام صحبت کنم. زایمون کردی که باشه بیا با ترورت صحبت کن. عجب آدمی. سلام، خسته نباشید. سلام آقای ترور، خوب هستین؟ مرسی قربونت. میگم همه رولز رویس سالمه دیگه؟ آره بله آقای ترور، همشون سالم، صحیح سالم. تحویل شما. دمت گرم دیگه. بعد پولش هم میگم بچه‌ها میزنن. چشم حتما، اصلا پولشو هر وقت کردین و خواستین پولشو واریز کنید. باشه دیگه، دمت گرم. من ماشینا رو میگم میام ماشین برمیبره. چشم حتما، فقط یادتون نره که ماشینا رو حتما ببرین، اینجا زیر آفتاب حیف میشه. نه خیالت راحت. فرانکلین بیا بریم فرانکلین. ها چی؟ الان معامله کردی؟ الان تمام شد؟ آره دیگه، می‌خواستم یه معامله کوتاه بکنم. باشه بیا بریم دیگه. حاجی باورم نمیشه بچا این همه پول اینا رو از کجا میاره؟ چیکار میخواد بکنه؟ رئیس داره زنگ میزنه، ببینیم چی میگه. الو سلام، چطوری رئیس؟ سلام فرانکلین، کجایی؟ رئیس من با ترور اومدم بیرون. یه ترور کاری داشت، یه کاری که حالا بعدا بهت میگم رئیس. بعد اومده بودیم کار اون انجام میدادیم. باشه پس من بعدا زنگ میزنم. باشه رئیس، اوکی، خدافظ. کی بود؟ رئیس بود؟ آره رئیس بود. زنگ زدم همینجور میگفت چیکارا میکنی، کجایی و اینا. فرانکلین میگم یه خواهشی ازت دارم. یه خواهش؟ چیه ترور؟ چی شده؟ میگم میتونی شماره رئیس تو به من بدی؟ شماره رئیس رو میخوای؟ بر چی میخوای؟ یه کاری باهاش داشتم، اگه میشه شمارهشو بده دیگه. شمارهشو؟ بچا رئیس به من گفته بود که شمارهشو به هیچ کس ندم، حتی از دوستای صمیمی نمیدونم
لستر و لاما رو اینا و به ترورم خب نباید بدم دیگه. الان یه بهانه‌ای باید جور کنم به ترور بگم که آقا نمیتونم شمارش بدم. ببین شمارهشو چیز رئیس شمارهشو عوض کردین، شماره‌ای هم کلان زنگ زد شماره نمیافته. بعد شمارهشو عوض کرده، شماره جدیدش گرفتم، حتما بهت میدم. باشه باشه پس حتما بهم بده. آره میدم، خیالت راحت. بچه‌ها من میگم این ترور داره یه کارایی میکنه که خیلی داره مشکوک میزنه. شماره رئیس میخواد، الانم کلی رولز سفارش شد و خرید همشون. این داره یه کاری میکنه و یه کاسه زیر این کاسه است، من میدونم. خب ترور جان کار نداری آقا، ما هم دیگه بریم خونه و دیگه یکم استراحت کنم دیگه. میگم فرانکلین فردا صبح چیکاری؟ فردا صبح من دست خالی ام. چطور؟ میگم رئیس جمهور یه کشوری میخواد بیاد، میخوایم بریم به دیدنش. بعد با من میخواد بیاد یه جا، میشه تو راننده باشی؟ تو قراره با رئیس جمهور یه کشوری ملاقات کنی و بعد سوار ماشین تو میخواد بشه؟ آره. وای بچه این ترور داره چیکار میکنه؟ این تو همین دیروز نمیدونه شلوارشو بکشه و الان داره با رئیس جمهور کشورهای مختلف قرار ملاقات میذاره. داستان چیه؟ ببین ترور آره میتونم بیام، اشکال نداره. بچه خیلی کنجکاو شدن برم ببینم این داره چیکار میکنه. حل فردا صبح پس با ماشینم میام دنبالت، بریم دنبال رئیس جمهوره. باشه دیگه بیا دنبالم آقا، اوکی من هستم. حل دیگه، خدافظ دیگه، خدافظ آقا. ما بریم خونمون، اینم بیاد بشین پشت فرمون. چی داره میگه ترور؟ بچا رئیس جمهور و اینا اصلا خیلی عجیبه، دارم بهش واقعا شک میکنم. حالا فردا صبح بریم ببینیم چی میشه. ما هم بریم یه کت شلوار بپوشیم و برای فردا آماده باشیم. یک روز بعد. خب آقا کت شلوار اینا رو پوشیدم، یه تیپ خیلی مناسب و خوب زدم. قراره بریم حالا رئیس جمهور نمیدونم چه کشوری رو با هم دیگه ببینیم. ترورم الان اومد جلو در. چطوری چاپ خوبی؟ ترورم اومد جلوی در، بریم با هم دیگه سوار ماشینش شیم و حرکت کنیم. و بچا یه نکته هم می‌خواستم بگم، یوتیوب دوباره داره ایرانی‌ها رو تشخیص میده، لایک و کامنت و سابسکرایباتون داره حذف میکنه. اگه میشه بچا یه کامنت انگلیسی بذارید، خیلی از من حمایت میکنه. کامنت انگلیسی باعث میشه سابسکرایبتون پاک نشه، کامنتایی که میذاریم پاک نشه، لایک که میکنید لایکتون هم پاک نشه. پس ممنون میشم بچا نفری یه کامنت انگلیسی بذارین و این دکمه لایک هم حتما فشار بدین. برو بریم. خب آقای ترور حاجی رولز رویسش رو نگاه، این از رولز رویس های دیروزیه یا این یکی دیگه؟ سلام چطوری ترور؟ قیافشینو عوض شد یا خدا. سلام فرانکلین خوبی؟ نه این رولز رویس خودمه. رولز رویس خودته؟ تو مگه رولز رویس داشتی؟ آره. کی خریدی؟ ما خبر نداریم. ای آدمو زرنگ شدن. منم آمادم دیگه، تیپ همینا خوبه؟ آره جیگر تو همیشه خوش تیپی. به من نگو جیگر، سیبیل. حل دیگه، آماده شو بریم. بریم سوار ماشین بشیم. ماشینو نگاه کن. وای بچا من آرزوم بود که سوار یه همچین ماشینی بشم. داخلشو نگاه کنیم. اوف رولز رویس دیگه نمیشه، واقعا نمیشه از این ماشین ایراد گرفت. بچا ما بریم فرودگاه ببینیم چه خبره دیگه. ما رو داره میبره اینور اونور. ما هم در نقش راننده تروریم. داشلی هیچ وقت فکرش نمیکنه یه روزی در نقش راننده ترور باشه. ایول برو بریم. خیلی خب بچا کم کم داریم میرسیم. فکر کنم یه همچین لوکیشنیه گفتن که رئیس جمهور حالا رسیده و اینا. من دقیق خبر دارم بچه. الان من خبردار شدم. کلی پلیس و بادیگارد و اینا. ترور میگم این حالا رئیس جمهور چه کشوریه؟ رئیس جمهور یه کشوری هست دیگه، تو چی کار داری؟ ای بابا هیچی هم به ما نمیگه. باشه بابا باشه. بچه چقدر بادیگارد و پلیس و فلان و اینا. خب الان باید چیکار کنیم؟ رئیس جمهور خودش میاد یا چی؟ آره الان خودش سوار ماشین میشه. والله من که خبر ندارم. این هم بادیگارد و اینا. اوه رئیس جمهور اومد. سلام آقای رئیس جمهور، وقت بخیر. سلام پسر جون. میگم بچه این چقدر شبیه همون یارویی که ماشین رولز ازش خریدیم. ترور میگم این همون نیست که ازش ماشین رولز خریدیم؟ نه فرانکی اون برادرش بود. این داداشش بود، یعنی داداش اون رئیس جمهور. بوجی بچو. حالا باید کجا بریم ترور؟ لوکیشن رو به من میگی؟ من الان استرس گرفتم، یه رئیس جمهور سوار کردم و یعنی یه چیزیش هم بشه مقصر منم دیگه، چون رانندم منم. ایول. پادگان نظامی رو میشناسی؟ پادگان نظامی آره. حالا برو اونجا. برم اونجا اوکیه دیگه آقا. بزن بریم پادگان نظامی. خیلی هم دوره، فکر کنم 2-3 ساعت راه باشه. برو بریم. ولی مهم اینه که با ماشین رولز رویس دارم میرم و اصلا قرار نیست خسته بشم. خیلی خب آقا داریم میرسیم. خیلی کنجکاوم ببینم که ترور میخواد کجا بره و اینا رو کجا پیاده کنه. اوکی. اوه اینجاش گیر میدم. ما باید همینجا ماشین نگه داریم. خب ترور بگو در باز کن بریم داخل دیگه. نه نیازی نیست، تو همینجا پیاده شو برو. من همینجا پیاده شم برم؟ چی مگه نمیخوای ببرم داخل؟ نه نمیخواد ببری، من خودم میبرم. عجب گیری افتادیم و باشه بابا باشه بیا پیاده شدم خودم میرم. خب میگم ترور حالا یه وسیله نقلیه چیزی به ما نمیدی؟ چرا الان 5 دقیقه میگم بچه‌ها برات یه ماشین میارم. ماشینم برای خودت. دمت گرم دیگه. یه ماشینم به ما میده. حالا 5 دقیقه ببینیم چه ماشینی. الان یه ماشین آشغال برام میاره. 5 دقیقه بعد بچه‌ها ماشینی که برام آوردن نگاه کن. یه توییت GT 86
چی شد؟ چقدر شبیه ماشین خودم هم هست. آقا برو بریم که من عاشق این ماشینم. گفت ماشینم برای خود دیگه. بچه گونه بود داشلی ماشین جی تی 86 داره، این گونه بود دیگه، ترور داد بچا بهمون. آقا من به این خیلی شک دارم. بذار همین الان به رئیس زنگ بزنم بگم داستان چیه. رئیس جواب بده. الو سلام، چطور رئیس؟ سلام فرانکلین، چیکار می‌کنی؟ رئیس بیا داستانو بهت توضیح بدم. 20 دقیقه بعد. واقعا فرانکلین یعنی رئیس جمهور من سوار ماشین شما شد؟ آره رئیس، بچا همه چیو بهش توضیح دادم. بعد جالب میدونی چیه بچا؟ من جی پی اس به اون ماشین وصل کردم، به اون ماشین رولز رویس و الان لوکیشنی که ازش دارم رفته داخل یه زیرزمین توی همون پادگان نظامی. بعد رئیس به من گفت که برو یه لباس پادگان نظامی یه تغییر چهره بده، وارد اونجا شو و برو توی اون مخفیگاهش. مثل اینکه بچا ترور یه مخفیگاه داره، بریم با هم دیگه آماده بشیم، شب قرار بریم مخفیگاه ترور. برو بریم بچا. از 1 تا 10 به ماشین داشلی نمره بدین تو کامنت که بالاخره دیگه این ماشین ما شد دیگه. دم تک تکتون گرم. اگه ویدیوش هم ندیدین بچا عکسش این بغل میاد تامنیلش، حتما برین این ویدیوی ماشین جدیدو ببینم ببینین که اگه حمایتای شما نبود داشلی هم هیچ وقت به اینجا نمیرسید. دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم. بریم تغییر چهره بدیم که قرار بریم یه پادگان نظامی. خب بچا من آماده شدم آقا، تغییر چهره دادم و الان چهرهمو هیچ کس نمیتونه شناسایی کنه. بعد با این ماشین جیگرمون هم می‌خوایم بریم سمت پادگان نظامی، وارد مخفیگاهی که ترور رفته می‌خوام بشم. پایینم داخل مخفیگاهش بچا چیا داره ترور که این همه مدت از ما مخفی کرده بود و ما هیچ کدوممون از اون خبر نداشتیم. آقا برو بریم خیلی سریع خودمون رو به پادگان نظامی برسونیم. بچا داریم کم کم دیگه نزدیک میشیم، چیزی نمونده. ماشینو بهتر همین جاها نگه دارم، اینجا نگه داریم و آقا بقیه رو پیاده بریم. آقا بچا بزنین سلاح ملا همه چی برداشتم. سربازا رو من ببینم. اوکی، سربازا رو باید میکشم. این نگهبان ورودیه و اگه منو میدید 100% میشناخت که من جزئی از اینا هستم. آقا برو بریم. من اون جی پی اسی که به اون ماشین رولز رویس وصل کردم میتونم الان پیدا کنم که دقیقاً لوکیشن کجاست. بچا خیلی راهش طولانی بود و اونجایی که بچا من جی پی اس نشون میده تقریبا همینجاست. یعنی انگار من بالای مخفیگاه وایسادم، فقط نمیدونم ورودیش این ور کجاست. خیلی خب بچا از این نردبونا باید بریم بالا. اینجا سیم خاردار رو فنس داره، از بالا این باید بریم پشت بومو بپریم اون برکی برو. واه کسی من ندید. خیلی عادی رفتار میکنیم که کسی بهمون شک نکنه. بچا مخفیگاه فکر کنم همینجاست، فقط نگاه کن چه ورودی داره و اینکه امیدوارم کسی منو نبینه و نشناسه. امیدوارم خود ترور اینجا نباشه، چون خود ترور باشه از صدا منو میشناسه. بچا وارد مخفیگاه شدیم با آسانسور. صندوقی داره. خیلی خب بچا زیاد وقت نداریم، باید خیلی سریع اینجا رو چک بکنم. اوکی کامپیوتر رو اینا داره، راکت و موشک و اینا. وایس ببینم ترور تو داری چیکار میکنی؟ اوه حاجی اینجا رو نگاه کن. اینجا کلا سیستم امنیتی و اینا. اینجا نگاه کلی مهمات. یه طبقه پایین داره یه طبقه بالا. بذار اول طبقه بالا رو نگاه کنیم بعد بریم طبقه پایین با هم دیگه. بچا اون ماشینم دقیقاً لوکیشنش همینجاست، یعنی ماشینم همینجاها پارک کردن. دوباره چیزای نظامی، مواد شیمیایی و بمب اتم. ترور تو داری چیکار میکنی حاجی؟ این عجیب ترین مخفیگاهی کل عمرم دیدم. بپریم پایین. بچا این پایینش چیه؟ اینجا چیز خاصی نیست، دوباره مهمات و ایناه. اینجا یه دونه در داریم. در چیه؟ بازه. آره در بازه. بچا بریم داخل. در قفل صندوق این برای یه دونه قفل صندوق هم اینجا. چقدر قفل صندوق داره؟ اینا چیه؟ کلی پول. بچا پولا رو نگاه کنید حاجی، کلی پول هست. من میگم این راحت داشت رولز رویس می‌خری. بچا نگیم کلی پول داره. اوکی اینور چک کردم، اینور چک نکردیم. بریم این طرف. اینجا چه خبره؟ خب بچا بریم این یکی در بزرگه. ای حاجی همون رولز رویسایی که با هم دیگه خریدیم. بچا همه رولز رویسا رو آورده اینجا. اوکی شمش طلا. وای چقدر شمش طلا داره ترور. حاجی ترور کی این همه پول دار شد؟ کلی شمش طلا داره، کلی رولز رویس، کلی شمش طلا. باورم نمیشه حاجی. اینجا نگاه کن. اینا که کلا سلاح‌های نظامی و ایناست که اینا هم خودش بچا پولش خیلی بیشتر از همین شمش طلا ایناست. من باید اینو خیلی سریع به رئیس اطلاع بدم. باید همه اینا رو به رئیس اطلاع بدم. خیلی سریع باید اینجا خارج بشم. همه اینا رو به رئیس باید اطلاع بدم. برو بالا برو بالا. وای بچا ترور اومد. بچا ترور اومد. الان منو میبینه، میفهمه فرانکلین میگه اینجا چیکار کنم. باید خیلی عادی رفتار کنم. باید خیلی عادی رفتار کنم. نفس عمیق. داشلی لونری. سلام قربان. ای سرباز ببینم اینجا چیکار میکنی؟ قربان ما اومده بودیم اینجا. بچا چی بگم بهش؟ من اومده بودم اینجا یه صدایی اومدم اینجا رو چک کنم. آره مثلا صدامو عوض کردم. باشه سرباز خیلی زود برو بیرون. چشم قربان الان میرم بیرون. زنم بچا نفهمید. اوکی. وای خدا داشتم سکته میکردم. باید همینا رو به رئیس اطلاع بدم. بودو داشلی بودو. ایول بچا لو نرفتیم. ببین داشلی کاربلده دیگه. کاربلد باشی همینه. تو کامنت ها بچا داشلی باخ نمیده رو پر کنید که برو بریم. با پر حالا ببینیم از راه خروج اینجا کجاست. باید از این برم. برو خیلی سریع باید اینجا خارج بشیم. یس بچا با موفقیت تونستم از پادگان نظامی خارج بشم و مخفیگاه ترورم پیدا کردم که باورم نمیشه یه همچین مخفیگاهی داشت. و داشلی داره چیکار میکنه؟
اون چالش تیک تاکی داری میری. بچا اگه دوستان چالش تیک تاکی دوباره برم یه قلب نارنجی توی کامنت ها بذارین ببینم چند نفرتون همچنان دوست دارین داشلی دوباره چالش تیک تاکی بره. و از این به بعد اگه چالش تیک تاکی هم رفتم با همین جی تی 86 میرم که مشخص باشه که خود داشلی میره. البته پد خودم هم میارم که اسکین خودم. آقا ما بریم خونه که یکم خستم شدم، خیلی راه بود و این لباسایی هم که پوشیدم خیلی سنگینه. بچا دیشب عجب شبی بود و یه پیامک اومد. چیه؟ ترور پیام بهم فرستاده. چطوری سرباز؟ وایسا ببینم. یعنی ترور فهمیده من بودم؟ فوق بچه‌ها لو رفتیم. خب بچه‌ها که تا این ثانیه ویدیو رو نگاه می‌کنین قلب قرمز رو توی کامنت ها بذارین و زنگوله کنار سابسکرایب هم حتما روشن کنین که هر وقت ویدیوهای خفن آپلود کردم براتون یه پیام میاد و میفهمین که داشلی ویدیو داده و میاین ویدیو رو می‌بینید. بچه‌ها یک شات فهم واقعی هم مثل همیشه کامنت های انگلیسیتون رو بذارین که عاشقتونم و واقعا حمایت بزرگی در حقم می‌کنید. یک شات فهمایی که لایک می‌کنن و کامنت می‌ذارن واقعا عشق منید و خیلی دوستتون دارم. و اگه ویدیویی مد نظرتون دوست دارین مخفیگاه‌های بقیه بچه‌ها رو پیدا کنیم حتما توی کامنت ها بنویسید. دو تا ویدیو آخرم اگه ندیدی برو ببین که خیلی ویدیوهای خفنی پیج اینستاگرام منم آیدی شلیک شات حتما فالو کنید و تا ویدیوهای خفن دیگه بدرود.